تقریبا حدود یک هفته کامل صفحه یوتیوب کانال ندا بسته بود، فقط به خاطر اینکه یک کلیپی رو ما پخش کرده بودیم. دوستان اگر این پیام رو همین قسمتش رو نشون بدن. کلیپی در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه. حقیقتش در این کلیپ هرگز در مورد دفاع از حماس یا اسماعیل هنیه یا این مسائل اصلا صحبت نکرده بودیم. کلا در قضیه شهادت و اینکه با کشته شدن افراد یک هدف، یک گروه، یک ایدئولوژی نابود نمیشه. اومدن به خاطر این کلیپی که تقریبا یک سال قبل پخش شده بود، کانال ندای حق رو بستن و از پخش زنده و آپلود برنامه جلوگیری کردن. و بعد از اونم که ما درخواست تجدید نظر کردیم، این پیام رو برای ما فرستادن که پژوهش‌هایتان را برای موارد زیر بررسی کردیم. اسماعیل هنیه زنده است. این محتوایتان را با دقت بررسی کردیم و تایید می‌کنیم که خط مشی مربوط به سازمان‌های جناحی خطرناک ما را نقض می‌کند. می‌دانیم که احتمال این خبر مایوس کننده است، اما وظیفه ماست که مطمئن شویم یوتیوب محیط امن برای همه است. شما دوستان عزیز، الان در مورد یوتیوب و حقوق انسان و آزادی بیان اگر بخوایم صحبت بکنیم، این شبکه وسیعی از وسایل ارتباط جمعی و سوشل میدیا به اصطلاح که در غرب تأسیس شده و هدفشون به اصطلاح آزادی بیان هست، دموکراسی است، حقوق انسان هست، یک ملتی رو بیش از 2 سال قتل عام میکنن، خانه هاشون رو نابود میکنن و به اشکال مختلف اونها رو به قتل میرسانن. و اگر شما گوشه ای از مظلومیت اونها رو خواستید منعکس بکنید، شما میشید مخالف خط مشی سازمان‌های جنایی خطرناک. اما اگر موارد جنسی باشه، فحشا باشه، منکرات باشه، جنایت علیه مسلمان‌ها باشه و فساد و فحشا در جامعه باشه، هیچ وقت با سیاست‌ها و خط مشی و آزادی بیان اینها مغایرت نداره. خدا نکنه که یک خاری به پای یک غربی در یک گوشه از دنیا بخلد، همه دنیا بلند میشن و این سازمان‌های حقوق انسان و حقوق بشر رو نمیدونم ارگان‌های مختلف اینها همه سر و صدا میکنن، از یوتیوب و فیسبوک و توییتر گرفته تا کانال‌های تلویزیونی BBC و CNN و صدای آمریکا و دویچه وله آمریکا. بله، حقوق انسان زیر پا شده. اما اگر هزاران مسلمان کشته بشن، قتل عام بشن، خانه‌هاشون خراب بشه، زنان و کودکان به شکل هولناک به قتل برسن، هیچ کس صداش در نمیاد. و اگر شما اعتراضی بکنید، شما میشید طرفدار سازمان‌های جنایی خطرناک. به طور مثال می‌بینید در افغانستان فقط به خاطر اینکه بعد از دوره ابتدایی دختران رو نمیذارن به مدرسه برن، همه دنیا، همه سازمان‌هاشون، کشورهاشون، همه یک صدا، آقا این مخالف حقوق انسان است، مخالف حقوق بشر است. و بیش از 40-50 هزار زن و کودک در غزه قتل عام شدن. این مغایر با حقوق بشر نیست. این حقوق انسان اصلا وجود نداره در اینجا. این است حقوق بشر اینها، این است آزادی بیان اینها. و فیسبوک، یوتیوب اینها و توییتر حتی در طول این مدت نشان دادن که اینها همدست و همپیمان جنایتکاران هستند. چیزی به اسم آزادی بیان و دموکراسی و حقوق انسان اصلا در خط مشی اینها نیست. شما یک تصویری، یک ویدیوی کوتاهی از مظلومیت ملت فلسطین را اگر بخواید پخش بکنید، شما میشید طرفدار سازمان‌های جنایی خطرناک. و این دروغی است که بیش از 120 سال، 125 سال امت مسلمان رو و همه جهانیان رو با این شعار فریب دادن به نام حقوق انسان. حقوق انسان بنابر مصلحت خودشون، آزادی بیان بنابر خواسته ها و چارچوبی که خودشون طرح میکنن.
شما حق ندارید خارج از خواستهای اونها حرفی بزنید. حرفی بزنید شما میشید تروریست. خاصتا بعد از 11 سپتامبر که بله بوش هم اعلان کرد که یا با ما یا با تروریست ها و این یک جنگ مقدس صلیبی است. و اولین نقض حقوق بشر در طول تاریخ رو در جنگ‌های صلیبی همینها انجام دادن. وقتی که سرزمین‌های اسلامی رو تا قدس و شام و این مناطق رو اشغال کرده بودن، چنان دست به قتل عام زدن که میگن جوی‌ها خون جاری شد. اینا تاریخشان پر از ظلم و جنایت بر علیه انسانیت و بشریت است. بعد از اون میان در مورد حقوق انسان صحبت میکنن.